منصوبین ریاست انتک وزارت امور داخله 3 تن را در پیوند به سرقت یک اراده موتر بازداشت نمودند. منصوبین ریاست انتک یک اراده موتر را که 1.5 ماه قبل در مربوطات ناحیه سوم شهر کابل سرقت گردیده بود، طی عملیاتی از مربوطات ناحیه 17 شهر کابل کشف و به مالکش تحویل نموده و در پیوند به آن 3 تن را نیز بازداشت نمودند. جرم یک اراده موتر کرولا که اینی موتر است که مرا این چیز به نام بده و دلو که یا رفیقه عزیز بود، عزیز پاغمان، همین موتر تسلیم کرده بود. در ولسوالی سروبی بر ما در بازار سروبی تسلیم کرد که امیر تا شهر جلال‌آباد به سیف الله نام برساند در بدل 5000 افغانی. و ما این امیر در بدل 5000 افغانی میخواستم بر سیف الله که موتر فروشی داره در جلال‌آباد بردو تسلیم میکردم و مرا در پسته شارع لغمان استخبارات لغمان گرفته که تسلیم ریاست مجاهدین انتک کرد. ما طرف کوتل روان بودم همراه باز محمد. در سر کوتل چک پوینت ریاست انتک بود. ریاست انتک با ما دست داد، چیز بازپرسی میکرد. ما به اندیوالم گفتم که برو استاد نکو. یا اندیوالم استاد نکرد، اشترنگ زد، مجاهدین حکم اشترنگ هم زد، همینطور چی به فرار کرد که فرار کنیم. چیز به فرار کرد، نیت به فرار کرد که فرار کنیم. باز ریاست انتک سر ما چند فیروایی کرد، باز رای ما بند شد، ما استاد شدیم و ریاست انتک گرفت آورد جرم اینی موتر که سرقت شده. یک کس به نام ادریس میبردم سر کوتل خیرخانه در بازرسی مسئولین امنیتی استاد نکردیم که پیش رفتیم، ما را ریاست انتک گرفتار کرد و پنجه قانون داد. چاره پل سرخ استاد کردم که یک نفرشان همراه ما تا می جایی که من رفتم همراه ما پشت ما بود، یک زبان دیگه گپ میداد که من هیچ اصلا نمیفهمیدم زبان از اونا را. دیگه اونا مرا مصروف کردن. 2 دقیقه بعد که من پس طرف موتر آمدم، موتر من نبودن در جای بود. از طریق ریاست انتک بسیار تشکری خاص میکنیم که بر ما زنگ زدن، گفت بیاین موترتان تسلیم شوید.